زیر قیمت ترین پنتهاوس فرمانیه شرقی 1000 متر 230 میلیارد. 800 متر زیربنا، 5 خواب مستر بزرگ، 200 متر تراس. یعنی 800 متر زیربنا داره، 200 متر تراس داره، هر 5 خوابش مستره. زیر قیمت ترین پنتهاوس موجود در فرمانیه شرقی طبقه نهم از 4 جهت شمال، جنوب، شرق، غرب نور داره. 800 متری سالن بسیار بزرگ، آشپزخانه بازاری بسیار بزرگ، مطبخ بزرگ داره. این قسمت تیوی روم و همراه با صبحانه خوری. شما خریدار تو این بازار 800 متری با این سالن بزرگ با 200 متر تراس تو این بازار با این قیمت دیده بودین؟ تراسش چطوره؟ نور و نقشش چطوره؟ تا حالا 800 متری 5 خواب دیده بودید که یکی از تراساش انقدر بزرگ باشه؟ آشپزخونه که بین تیوی روم و پذیرایی قرار گرفته خیلی بزرگه. بریم خوابا رو ببینیم. 5 خواب مستر. قیمتی که مالک داره میگه متری 287 میلیون که در مجموع میشه 230 میلیارد. اهل دلاش میدونن آپارتمان خوب توی لوکیشن خوب فرمانیه شرقی با این متریال با امکاناتی که اینجا داره زیر متری 350 یا 400 میلیون به شما پیشنهاد نمیدن. من آپارتمانی دارم پیشنهاد میدم 800 متری 5 خوابه که هر 5 خوابش مستره، در طبقه نهم با 200 متر تراس به شما پیشنهاد میدن 230 میلیارد. مالک فقط فروش نقدی داره، معاوضه با ملک ندارن، فقط فروش نقدی دارن. خوبش اینه که سندش تکبرگ آماده است و بدون ریشه. دوباره من اینو تاکید کنم، سند اینجا تکبرگ آماده است و بدون ریشه. این خوابی که مشاهده میکنید یکی از خوابای بزرگیشه، خواب مستر اصلیش هستش. این خواب به همون تراسی که اول ویدیو به شما نشون دادم راه داره، خواب بغلیش هم به همون تراس راه داره. اینجا یک برج فول مشاهاته که 700 متر لابی داره، 3 شیفت لابیمن، سرایدار مقیم، استخر، سونا، جکوزی، سالن اجتماعات، 4 تا پارکینگ سندی داره. برای اطلاعات بیشتر میتونید با شماره که در این ویدیو قرار دادیم تماس بگیرید. از خدا میخوام تمام اونایی که دارن این ویدیو رو میبینن یه دونه از این خونه ها بهشون بده، بزرگترشو بده، قشنگترشو بده.